بریم 5 تا از زیباترین گل‌های پاولو دیبالا رو بریم. این از اولش. این گل قطعا بارسایی رو یاد اون گل الکسی سانچز توی الکلاسیکو میندازه. نه همچین گلی. یک ویژگیه که پاولو دیبالا داشت وقتی توی باکس محوطه جریمه حریف به مشکل می‌خورد، خیلی راحت از پشت محوطه با این پاولو که دارید می‌بینید دروازه رو باز می‌کنه. خیلی بازیکن خفنیه پاولو دیبالا. بازم اردو زد. فکرم 4 تا 5 تا آرده. خیلی خفن میزنه رو. محکم میشه به دروازه. هر دروازه های نمیتونه کار کنه.